لحظه تصور کن. هیچ سواری از دل بیابون پیداش نمیشه. هیچ شهری تو آتیش نمیسوزه و اسم مغولا حتی به گوش مردم ایران نخورده. نه جنگی، نه ویرونی، نه قتل عامی. ایران همون ایران مونده. نیشابور هنوز با اون کتابخونه‌های پر از نسخه‌های خطی و عطر کاغذای کهنه به زندگی خودش ادامه میده. فیلسوفا تو کوچه ها قدم میزنن، بحث میکنن، میخندن. نه از شمشیر خبری هست، نه از تبعید. دانشگاه‌ها بزرگتر میشن. به جای خاک و خاکستر پر از فکر و قلم و شور یادگیریان. مردم به جای جنگ شعر مینویسن. به جای ترس رؤیا تو دلشونه. تو همون حال و هوا رومی هنوز میرقصه. مولوی هنوز دنبال شمس میگرده، نه دنبال سایه‌ای برای پنهون شدن. مادر بزرگا شبها قصه میگن از قهرمانا، از عاشقا، نه از فاجعه ها و دردها. و یه بچه خیال پرداز تو تبریز توی کارگاه کوچیکش با چوب و فلز بازی میکنه. شاید همین موقع یه دستگاه چاپ اختراع بشه 100 سال زودتر از جهان. کی میدونه؟ غذاهامونم جهانی میشدن. تصور کن پیتزای زرشک و کشمش یا یه مدل جدید به اسم کفته برگر. صدای ناهار ایرانی تو رستوران‌های نیویورک شنیده میشد. ولی یه چیزی این وسط هست. اگه مغولان نیومدن، شاید هیچ وقت اون شوک بزرگ به تاریخمون وارد نمیشد. شاید همه چیز همونطور میموند، بی حرکت، بی تغییر. مغولا با همه خشونتشون با خودشون خاکستر آوردن. اما اون خاکستر یه روزی شد خاک حاصلخیز. شد بستر ساختن دوباره. بعد از هر سوختن یه جوونه زد بیرون. حافظ اومد. سعدی نوشت. مردم دوباره ساختن. اما این بار محکمتر. و حالا ما اینجاییم. تو خیالستان. جایی که میشه پرسی چی میشد اگه؟ و از دل همین سوال یه دنیا داستان بیرون میاد. تو هم بیا یه سوال بپرس. شاید قسمت بعدی خیال تو باشه.